سلام علیکم و رحمت الله و علیکم برکاته. السلام و رحمت. بله بفرمایید برادر است. برادر در باره هجرت صحبت میکردیم برای تاجیکستان. بازی در تاجیکستان مقاطع ریشامون همه روشن. در تاجیکستان از بغیر از مسجد در یگان جایگاه نمازخانیمون نمیمونه. در تاجیکستان سطرهای خواهرامون، سطرهای مادران اگر چیز ظلمی که در حق مسلمان ها، در حق برادرای مسلمان ها که هستن، چیزی خیلی که میفرشون کرده هستن. همین میتونه گفته که یعنی هجرت در بالای ما فرض شدگیه یا نه؟ باشه چشم، در این مورد صحبت میکنم. تشکر از شما. سلامت باشید. برادر عزیز، یعنی من تعجب میکنم از بعضی از ملت ها محارم شما رو، زنت رو، دخترت رو، خواهرت رو، حجابش رو یک پلیس از سرش بر میداره و تو همینطور نگاه بکن، بگو من هجرت میکنم. بزنید لط و پارش بکنید. من قتل دون عرضه فهو شهید. رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی به خاطر ناموسش کشته بشه شهید است. به خاطر حجاب خواهرت، زنت، دخترت کشته بشی، شهید بشی، بهتر از این است که بری در کشور کفر در اونجا زندگی بکنی. حالا به کجا میخوای هجرت بکنید؟ مثلا به افغانستان؟ کسی به افغانستان هجرت میکنه؟ والا نمیکنه. چرا به روسیه هجرت میکنه؟ بخاطر پول، بخاطر کار، بخاطر زندگی. کسی به پاکستان هجرت میکنه؟ نمیکنه. هجرت میکنن به کجا؟ به کانادا. هجرت میکنن کجا؟ حالا ما مهاجر شدیم آلمان، مهاجر شدیم بلژیک، مهاجر شدیم هلند، مهاجر شدیم روسیه. بیستید در وطن، در مقابل ظلم و ستم بیستید. باور بکنید، من یعنی بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، یک پلیسی در یک بازار بزرگی میاد یک دختر با حجاب تاجیک رو نگه میداره، میگه توی روسری تا سرت بردار، سترت بردار، و در اطراف اینها 200-300 تا مرد دیوس بی غیرت تاجیک داره نگاه میکنه. بزنید تیکه تیکه بکنید که نه بوتش به کسی برسه، نه لباسش به کسی برسه، نه کلاهش به کسی برسه. ببینید اگر بعد از اون حکومت اگر نیامده میتونه متوقف نکرد. از بیغیرتی اکثریت است که امروز سطر یک خواهر مسلمان ما رو در بازار، در کوچه، یک پلیس کثیف گرگ زده میه بر میداره و شما نگاه بکنید، تینجی باشد خیر، سلامت نکنید، هجرت بکنید. تو بری شکست چه کار داری؟ تو به نماز خواندن کس چه کار داری؟ چرا؟ همین الان مثلا در حکومت تاجیکستان چند هزار پلیس وجود دارد؟ 10,000 20,000 100,000 1 میلیون؟ خب 1 میلیون پلیس هم اگر وجود داشته باشد، آیا 1 میلیون پلیس در مقابل 9 میلیون دیگر، 8 میلیون دیگر چی کار میتواند بکند اگر 8 میلیون دست به دست هم بدن از عزت و شرف و ناموس و دین و عقیده خودشان دفاع بکنند؟ یک انسان، یک طاغوت بیاد در اونجا بشینه، هر چی که مغز گندیده خودش میگه سر مردم رو تطبیق بکنه. شب میخوابه صبح میخیزه، والا بعد کرته اطلس بپوشید. تو رو چی؟ تو زن خودت هر طور دوست داری بپوشن، به زن مردم چی کار داری؟ چی است که یک چیز به ما گفتن خیر است تینجی شود، جنگ نشود، چیز نشود، قبول کردیم. دیگه یک چیز مشکل، یک چیز دیگه خواستن، خیر است اینم قبول کردیم. یک چیز دیگه خواستن و اینم قبول کردیم. همینطور رفت. من در یکی از برنامه گفته بودم که روز اول یک مسئله رو قبول کردی، الان دیگه راه سرت باز شد، دیگه هر چیز سر شما میقبولانند. قبول نکنید. امی الان اگر مثلا در یکی از بازارهای شهر دوشنبه بگیم 1000 تا خواهر ما با حجاب براین، همینطور چند تا اینا رو میبرن؟ یکشو میبره، 2 تا رو، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 100 تا، 1000 تا که برآمد، 1000 دیگه برآید، 1000 دیگه برآید، 1 میلیون زن با حجاب برآید، همه رو میبرن؟ کجا میبرن همه رو؟ بعد یکی از دوستاشی میگفت، والا میبرن زندان میکنن، میکشن. بله، امروز مردم غزه که در یک ماه 12-13 هزار شهید دادن، به خاطر چی دادن؟ به خاطر عزت دادن، به خاطر کرامت دادن، به خاطر شرف دادن. ما ملت تاجیک 2000 5000 10000 سال تاریخ داریم حساب نیست. الان چی داری؟ داشتیم حساب نیست. داریم حساب. الان چی داریم؟
الان یک گرگزده نوکر پوتین آمده بالای سر ما حکومت میکنه، هر چی که دلش خواست انجام میده، ما خیر است، چه مشکل ایجاد نشود. نه خیر، مسئله شرف من بود، مسئله عزت من بود، مسئله ناموس من بود. بذار که همه دنیا نابود بشه، همه دنیا فدای ناموس و عزت و شرف من، همه دنیا فدای دین من، عقیده من. ما اینطوری باید فکر بکنیم. یکی رو زنش گپ زدن چیزی نگفت، اون یکی رو دخترش گپ زدن چیزی نگفت، این یکی رو مادرش گپ زدن چیزی نگفت، الان دیگه شیر شدن، الان هر کاری که دلشان خواست انجام میدن و به این هم اکتفا نمی کنن. شما سکوت بکنید، بریش سکوت کردید، از مسجد منعتان کردن، از مسجد من کردید، از جماعت منعتان کردن، از جماعت من چیزی نگفتید، از مکتب دینی منعتان کردن، اونجا چیزی نگفتید، از قرآن خواندن منع کردن. من تعجب میکنم، یعنی باز اجرات بکنید، کجا بگم به شما، بگم کجا اجرات بکنید، شما کجا میخواید برید مثلا؟ برای اینکه انسان یک عمر با عزت و با شرف زندگی بکند، قربانی لازم است، جهاد لازم است، فداکاری لازم است. یکی، دو نفر، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر باید قربانی شوند، باید جان بدن، باید مقاومت بکنن، باید صبر بکنن، باید زندان برن. چرا زندان نمیرن امروز؟ چرا از زندان میترسن؟ این عالم دامولا ساکت از زندان میترسه، اون عالم دامولا ساکت از زندان میترسه، همه ایشان را مثل الاغ داره استفاده میکنه. به خاطر عزت و شرافت و کرامت انسانی و اسلامی باید قربانی داد. بس که امروز مردم غزه داره، وگر این باور کنن مردم غزه بگن که خلاص حکم اسرائیل رو قبول بکنن، خیابان‌های شیک، خانه‌های بلند، آب، برق، گاز، اینترنت، همه چیز مهیا، سینما، تئاتر، بازار، مارکت، همه چیز براشون مهیا میشه. اسرائیلی هم همینو میخوان. اما نه، به خاطر عزت و شرافت و کرامت خودشون دارن قربانی میدن. و شما فکر میکنید این بی نتیجه است؟ نه خیر، در نتیجه این قربانی ها رو خواهیم دید. ازبک ها قربانی دادن، جنگ نکردن، کودتا نکردن، انقلاب نکردن، اما قربانی دادن به خاطر دین. چقدر علمای ازبک شهید شدن، چقدر علمای ازبک زندان رفتن، چقدر جوانان ازبک قربانی دادن و اون قربانی ها هدر نرفت. خداوند کریموف رو از بین برد، میرزایوف آمد. کی باورش میشد که این 180 درجه در ازبکستان تغییرات ایجاد شود، این همه آزادی دینی برای مردم ایجاد شود؟ از سبب چی است؟ سبب او خونهایی که ریخته شد، سبب او انسانهایی که صبر کردن، جهاد کردن، مقاومت کردن، زندان رفتن، حق رو گفتن، ملت رو بیدار کردن. این تنصر الله ینصرکم، و خداوندم نصر و پیروزی خودش را می آورد، یا از راه جنگ یا از راه صلح.